الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وارض اللهم عن أئمة الخلفاء وأصحاب نبيك الشرفاء. اللهم انهج بنا نهجهم واسلك بنا مسلكهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مددت يدي نحوك يا إلهي وإني في حماك لمستجير. غني أنت عن مثلي وإني إلى رحمك يا ربي فقير. فهل أوتى كتابي في يميني أو العقبى عذاب مستطير. فعاملني بلطفك لا بفعلي فأنت بما أتى مثلي بصير. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، برادران گرامی، از پروردگار مسئلت داریم در این روز پرفیض، در این لحظه های پربرکت، طاعت و عبادت ما را خالصانه به درگاهش قبول سازد. این قدم هایی که برداشتید به سوی خانهش در نامه حسنات شما ثبت کتابت نماید. از این درس های قرآنی و صحبت های دینی و نورانی خداوند ما را در دنیا خوب شدنی حال ما، بیشتر شدنی ایمان ما، زیاد گشتنی تقوای ما و در آخرت سربلندی و سعادت نصیب کند. امام مسلم رحمه الله در صحیحشان به واسطه راوی اسلام حضرت ابو هریره از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت کردند. حبیب خدا فرمودند: ونجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. القوم سرجعم شوند در خانه از خانه های خدا، کتاب خدا را تلاوت کنند و از او درس و عبرت آموزند. خداوند در این بنده های سعید و خوشبخت و خوشرفتار سکینت و آرامیش و اطمینان نازل می فرماید و رحمت خدا آنها را فرا می گیرد و ملائک رحمت زائرین این مجلس می گردند و خداوند این بنده ها را در ملأ اعلا به یک شرف و منزلت نامبر می کند. خداوند کند که از این فضل هر یک ما و شما بهره‌ور گردیم و این سکینت و رحمت و این وعده هایی که وعده شده است در این محفل متواضع ما نیست عطا کرده شود. چگونه که خبر داریم دوستان، این درس هفتم است که در سوره مبارکه کهف می نگریم و قصه های عجیب این سوره را، صحنه های تعجب آور و حکایات پردرس عبرتی را می آموزیم که قرآن خود ذخیره همه در و گوهر است. بحری است که در و گوهر او به پایان نمی رسد. هرچند که نظر کرده شود، هرچند که آموخته شود، بازم باقی میماند. خیر و برکت قرآن زیاد است. لا یشبع منه العلماء. چون مسلمانان اگر داری جگر در ضمیر خویش و در قرآن نگر،
صد جهانی تازه در آیات اوست، عصرها پیچیده در آیات اوست. یک جهانش اصل حاضر را بس است، گیر اگر در سینه دل معنی رس است. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. اگر با قرآن انسان دست زد، مسلمان با قرآن توجه کرد، از اون درس زندگی آموخت، سعادت دنیا و آخرت نصیبش می شود. زندگی او متحول می شود از تلخی ها به شیرینی ها، از تاریکی ها به روشنی، از جهل و نادانی و حیرت به سوی علم و معرفت منتقل می گردد. قصه امروز ادامه قصه جمعه گذشته است، قصه طلب علم و فضیلت علم، رحلت نمودن و سفر کردن برای به دست آوردن علم و جستجوی معلم و علم و تحمل کردن سختی و مشقت‌ها در راه رسیدن به این گنجینه، در راه یافتن این میراث، این ثروت علم که میراث انبیاست. که 22 آیت از این سوره برای ما این قصه عجیب را حکایه میکند و شرف علم و علما و طلب علم را بیان می‌سازد، برای ترغیب امت قرآن، برای تشویق پیروان قرآن تا منزله و بزرگی علم را بدانند، تا در زندگی علم را ارزش و قیمت بها دهند و در پی جستجوی او سعی و کوشش در راه رسیدن به او زحمت کشند و مثل این صاحبان و قهرمانان این قصه تحمل سختی ها کنند. البته این سخن قرآن درباره علم و علما سخن اولش نیست. اولین کلمه رسالت قرآن، اولین کلمه وحی آسمان کلمه اقرأ بود که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد در اون غار حرا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. قرآن زیاد از امر نواهی و آداب و اخلاق و فرمانهای زیادی خوبی دارد که در آینده نازل شدند، اما در بار اول در ملاقات اولین جبرئیل امین و پیامبر صلی الله علیه و سلم این امر و این خطاب را کرد: اقرأ، بخوان. از میان 77,000 کلمه قرآنی کلمه اقرأ اختیار شد و جدا کرده شد تا مفتاح و کلید رسالت آسمان باشد، تا اولین کلمه امت محمد صلی الله علیه و سلم این کلمه اقرأ باشد. امت اقرأ، امت قرائت و خواندن ما. خیلی نالایق و ناسزا و نادرست و ناممکن است که امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یا پیروی قرآن از علم و دانش و سواد دور ماند. اگر برای دیگر نفر عیب باشد، برای مسلمان عیبی بیشتر است، چون که خداوند او در اولین کلمه با او خطاب میکند و میفرماید که باید بخواند بسم ربک، آنچه که رضای خداست، آنچه که خوشنودی خدا در اوست، چه علم دنیا و چه علم آخرت باید برای فرا گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دشوارترین مرحله های زندگی و رسالت دعوتشان که دولت نوبنیاد مدینه احتیاج به مال داشت تا دولت بنیاد شود، تا اقتصاد دولت مستحکم شود، خیلی محتاج مال بودند و در شکمها سنگ می‌بستند از گرسنگی و تشنگی، تا این حد سختی ها را تحمل می‌کردند. در غزوه بدر 70 نفر از سروران و آبرومندان قریش به اسارت گرفتند، اسیر افتادند. وقتی مغلوب شدند فرار کردند، بقیه 70 نفر در دست مسلمان ها اسیر افتادند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر اینها را فدیه میگرفت، یعنی در مقابلشان پول میگرفت و میفروخت به صاحبانشان، خیلی یک درآمد بزرگ بر مدینه میشد، بر دولتشان خیلی اقتصادیات مدینه بای باشد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از مال دیده چیزی
با ارزشتر میخواهد به دست بیارد. این مردم که اهل سواد و دانش بود، بعضی از اونها گفتن هر کی 10 مسلمانی را خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است. هر اسیری اگر 10 مسلمان را از اهل مدینه خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است، جانش در سلامت است، میتواند که مکه را. یعنی تا این اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم در نظر ایشان علم بزرگی دارد، قیمت دارد، ارزش دارد، که خود در احادیث زیاد هم ترغیب کردن، تشویق کردن به سخنهای فصیح آشکارا، امرهای روشن. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ابی امامه روایت کردن حدیثی که امام ترمذی تخریج کردن، گفتن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن یکی را که شب و روز در عبادت بود با یک نفر که عالم و دانشمند که فرایض نماز و روزه و دیگر امر و نهی شریعت را رعایت میکرد، اما یک نفر دیگر از سواد محروم بود اما به حد عبادت زیاد میکرد. گفتن کلامش بهتر است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فضل این دانشمند، مرتبه دانشمند، بزرگی دانشمند نسبت به این عابد پرهیزگار مثل فضیلت من به اندکترین امت است. اندکترین امت من و مقام من چه مسافه دارد؟ بزرگی این دانشمند در روی این عابد به همین مسافه بلند و دور است. سفیان ثوری امامی از امامهای اهل سنت و جماعت، محدثی بزرگی علم حدیث، گفتن ارفع الناس منزلة من كان بين الله و بين عباده وهم الانبیاء والعلماء. بلندترین مقام نفرانی است که بین خدا و بین بنده های خدا قرار دارند. علما، انبیا، پیامبران و بعد علما. از این مقام بالاتر مقامی نیست. و امام احمد بن امام اهل سنت و جماعت گفتند الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. احتیاج مردم به سوی علم بیشتر است از احتیاجشان به آب و نان و غذا، چون که در یک روز یک بار یا 2 بار به غذا احتیاج داریم و باید تناول آب و نان کنیم، اما به علم و حکمت و معرفت هر نفس گفتن احتیاج دارد انسان. هر نفسی که به خود میگیرد و بیرون میکند باید طبق رضای خدا در راه درست، در راه حلال باشد و این حلال و درست و نادرست را علم معرفی میکند، مشخص میکند، روشن میسازد. تا این حد امت ما در گذشته علم را قیمت دادن، طلب میکردن، صبر و تحمل میکردن. وقتا با سواد شدن، عالم و دانشمند بودن، در دنیا، در جمعیت، در چشم عالم صدرنشین بودن، آبرومند بودن. یکی از بزرگان دیگر ابن رشد، فیلسوف مشهور اسلامی، گفتن ما ترکت النظر في الكتاب الا ليلتين، ليلة وفاة و ليلة وفاة ابي و ليلة زواجي. در عمرم همگی 2 شب مطالعه نکردم، تأسف میخوردم. 2 شب همگی کتاب نظر نکردم. شبی که پدرم از دنیا گذشته بود و شبی که خانه‌دار شدم، همگی 2 شب من کتاب نگاه نکردم. دیگر هر روز به کتاب نمیزیستم. قصه امروز هم قصه علم است، طلب علم است، بزرگی علم است. قرآن اسلوبی دارد که گاه با قصه ها ما را ارشاد و تعلیم و راهنمایی میکند. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. در قصه های گذشتگان عبرتی است برای بعدینی‌ها، برای مردمان بعد. رفتاران، کردار و رفتار گذشتگان نمونه است. با خوبش باید پیروی کنند، از کسای بد باید پرهیز کنند. انسان طبیعت و فطرت او چنین است که به کسی دیگر اقتدا و پیروی میکند، کسی دیگر را به حیث امام میگذارد، از پس او در زندگی سیر میکند. به همین خاطر قرآن برای ما قصه ها خوانده است که آیات زیادی داریم که قصه هستند، قصه های بر حق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق
لقد كان في قصصهم عبرة. امام جنید بغدادی، امام اهل تصوف و زاهد عصرشان، عالم ربانی، گفتند الحکایات جند من جنود الله. حکایه ها و قصه ها لشکری از لشکرهای خداوندند. یثبت الله به قلوب اولیائه. خداوند دلهای دوستانش را به این حکایه ها استوار می سازد، محکم می سازد. گفتند این سخن شما از کجاست؟ آیا دلیلی دارد؟ بله، هر سخنی می گفتند علما و بزرگان دلیلی داشتند. امام ذهبی گفتند اتقن العلم و تکلم بالحکمه. امام جنید علم را یقینا از خود کردند و به حکمت سخن می گفتند. عالم ربانی و زاهدی زمانشان بودند. گفتند بله، و کلا تلاوت کردن آیه سوره هود را و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. این قصه ها را از پیامبران پیشین بر توی محمد صلی الله علیه و سلم تلاوت میکنیم تا قلب تو را استوار سازیم، تا یقین تو را مستحکم گردانیم، ایمان تو را تقویت بخشیم که مثل تو موسی مبعوث شده بود، مثل تو عیسی گذشته بود، مثل تو نوح دعوت میکرد علیه السلام اجمعین. به این راه رفتن به اونها اقتدا کنیم. اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی. برای اونها اقتدا نما. این قصه امروز ما که موضوع علم است، دانش است، چگونه علم انشاءالله میبینیم چه علمی حضرت موسی از حضرت خضر علیه السلام به دست آوردن. این قصه در مصر شروع شده بود، چگونه که در ابتدا تا جای رسیده بودیم. قام موسی فی بنی اسرائیل خطیبا. حضرت موسی در بنی اسرائیل خطبه خواند، مؤثر، یک برآمده کردن، خطبه خواندن، موعظه کردن که خیلی تأثیر بخش. ذرفت منها العیون و وجلت منها القلوب، چگونه که احادیث صحیح روایت میکنند. قلبها در ترس و وجل افتادن، چشمها اشک جاری کردن. فتبعه رجل من بنی اسرائیل، یکی از مردمان، از پیروانشان، از امتشان نزد حضرت موسی آمدن. بعد این موعظه گفتن هل تعلم احدا اعلم منك في وجه الارض؟ قال لا. آیا میدانی کسی دانشمندتر، عالمتر از خودت باشد در روی زمین هست؟ حضرت موسی گفتن علیه السلام لا، گفتن نیست. در گمانشان سخن درست گفتن، راست گفتن، کلیم خداست، با خدا راز و نیاز گفت. خدا بر او رسالت و تورات عطا کرد. فرعون جبار ظالم را به معجزه های آشکار و قوی شکست و نابود کرد. در حقیقت صاحب رسالت و صاحب دعوت و علم لا اله الا الله توحید در دست او بود و در سینه او بود، بجز خودش کسی رو نمیشناخت. اما خداوند عتاب کرد حضرت موسی را که تواضع و کار نبردی. باید اذ لم یرد العلم الى الله، چرا والله اعلم نگفتی؟ چرا نگفتی خدا میداند، شاید کسی باشد از من دانشمندتر. خداوند عتابش کرد و گفت این عبدی بمجمع البحرین هو اعلم منک. در مجمع بحرین گفتنی مکان که دو بحر یک جا می شوند، بنده ای داریم که داناتر، دانشمندتر از توست، علم زیادتر دارد. در حقیقت چند مسائل مخصوص و معین را این بنده را یا این عالمی دانشمندتر را خداوند تعلیم داده بود. در شکل عموم حضرت موسی دانشمندتر از این شخص بود. چه کسی باشد که حاضر میبینیم چند مسائل مشخص و معینی به شمار که حضرت موسی از آن علم خبر نداشت و او خبردار بود. در عموم حضرت موسی از او بزرگتر است، مرسل است، از پیامبران اولوالعزم است. 5 نفری که در باقی پیامبران فضیلت دارند. اولوالعزم نوح و النبی اولوالعزم نوح والخلیل الممجد و موسی و عیسی والحبیب محمد. 5 اولوالعزم داریم: نوح علیه السلام، خلیل ابراهیم علیه السلام و موسی و عیسی محمد صلی الله علیه و سلم. موسی از جمله 5 نفری اولوالعزم است. به اتفاق اهل علم هم بزرگتر است هم دانشمندتر است.
اما خداوند میخواهد که چیزی را بر کلیمش، بر این پیامبرش تعلیم دهد و بر پیروان قرآن این صحنه را قصه کند تا آنها نیز تعلیم گیرند. چی درس ها و چه عبرت های در این قصه و در این ملاقات نهفته است. حضرت موسی شوق پیدا کردن، خواهش پیدا کردن، ذوق پیدا کردن که این کس را ببینن، واخورن و از او علم گیرن. گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. در جستجوی او سالها اگر سپری شود، 80 سال من جستجو میکنم، باید این استاد را بیابم. با وجودی که علم و دانش زیاد دارد، بازم میخواهد بیشتر علم گیرد. و قل رب زدنی علما. عزم سفر میبندد. رفیق صالح و شاگرد نکوکار خود یوشع پسر نون را با خود میگیرد تا درسگیری رود، تا نزد این معلم و استاد رود. علم حکمت چیزها و علم حکمت کارهای خداوند و علم قضا و قدر خداوند را بیاموزد. قدر خدا مخفی است. قدر خدا را فهمیده نمیشد به کنه او. نه همه چیز را انسان سببش را در دنیا میداند. بسیار حیران میماند برای چی این طور شد، برای چی طرز دیگر نشد. حضرت موسی در این رحلت میخواهد خداوند که علم قضا و قدر را بعضی از معماهای قضا و قدر را آشکار سازد در شخص حضرت خضر و موسی در صورت یک شاگرد تعلیم دهد که به این صحنه ها و این حادثه ها دیگر چیزهایی که انسان ها در آینده حیران میمانند و سببش را نمییابند تسلیم امر خدا شوند و بدانند که خداوند به حکمت و به قصد خوب کار را انجام نمیدهد و تصرف را، حکم را صادر نمیکند. هر چیزی که رخ میدهد حکمت دارد، عبرت دارد. هم سفر خود را گرفتن، یوشع ابن نون را و سفر کردند. علم قضا و قدر یعنی ایمان به قضا و قدر چگونه که معروف است و میدانیم، خبر داریم، یکی از ارکان اساسی ایمان است. ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. رکن از ارکان ایمان که بدون این ایمان صحیح نیست و قبول نیست. باید مؤمن باور داشته باشد که هر چیز را خداوند در تقدیر ازلی نوشته است و از هر کاری که صادر می شود تا قیامت آگاه است. قضا و قدر از شروط قبول ایمان است. اما کمال ایمان حاصل نمی شود، یعنی ایمان هیچ نفر پره نمی گردد تا این قضا و قدر الهی راضی نگردد. یعنی بسنده نیست که انسان بداند که هر چیز با قضا قدر است. نه، برای کمال ایمان و برای بزرگی انسان و سعادت انسان و رسیدن انسان بر رضای خدا شرط است که از قضا و قدر الهی راضی شود. حضرت موسی را این درس ها را می آموزد. حضرت خضر درس های را، چیزهای را از خداوند آموخت و خداوند چند چیزی معین را که زیاد از اون نمیدانست معین را به او داناند تا به موسی تعلیم دهد تا مردم از حیرت حادثه ها بیرون شوند. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. شاید چیزی ناخوش میبینید از نقطه نگاه خودتان. عقلی کوتاه دارد انسان، شاید چیزی را ناخوش میشمارید، ناراحت میشوید از حدوث او، از وقوع او، از آمدن او بالای سرتان. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اما نمیدانید که خیر در همون است. نمیدانید که عین رحمت خدا و عین مکافات و هر چیزی که در جستجوی او هستید در همین چیزی که ناخوش است در اوست. اما لباس ناخوشی پوشیده است. کنه او و
حکمت او را خدا میداند. و عسا ان تحبوا شیئا، و شاید برعکس چیزی را دوست می‌دارید و سعی میکنید برسیدن به او، در راهی به دست آوردن او، و شر لکم، که او شر است برای شما، فتنه است، آفت است، بلا است، هلاک شما در او شما فکر میکنید که محبوب است. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند شما نمیدانید. بهتر از تسلیم امر خدا شوید، بهتر است که از خدا فضل خواهید، از خدا هر چیزی محبوب طلب کنید. اگر خوب از خدا بر من نصیب کن و اگر شر از خدا از من دورش کن. توکل به خدا و رضا به قضای خدا. حضرت موسی سفر کردند، رسیده بودیم به جایی که حضرت خضر علیه السلام باید به موسی کلیم خدا علیه السلام تفسیر و شرح حادثه های رخ داده را بیان میکرد. مختصرا ذکر میکنیم برادرانی که در این صحبت نو حاضرند از بین قصه وارد نشیم. مختصرا یعنی هنگامی که حضرت موسی قصد کردن که این استاد را باید من پیدا کنم، از خداوند خواهش کردن که علامتی پیدا نموده من این معلم را چیست. خداوند گفت که در یک سبد ماهی میگیری، ماهی بریان برای طعام، و سفر میکنی، هر کجا این ماهی را گم کردی استاد مییابی. همه غیبیات از این صحنه و قصه غیبیات عجیب، هر کجا گم شود میابید. آمدن زیر یک سنگ خواب رفتن، بعد سفر طولانی، بعد زحمت زیاد خوابشان برد در لبی ساحل. از خواب خیستن و سفر را ادامه دادن. وقتا که حضرت موسی خواب بودن، حضرت یوشع دیدن که سبد در جنبش آمد و ماهی مرده و بریان از درون سبد درون آب پرید. معجزه از معجزه های خدا در دست حضرت موسی رخ داد. یعنی ماهی جان در آورد و به آب رفت و خداوند حبسش کرد که دور نرود تا حضرت موسی که گردد ماهی را ببیند و مکان را مشخص کند. حضرت یوشع فراموش کردن هنگامی که حضرت موسی از خواب خیستن خبرش کند. عجیبه، برای چی خدا ماهی در سبد بگیر بود حضرت موسی را؟ بعضی علما حکمت چه بیان کردن، چرا سنگ نید، چرا یک چیز دیگر نید؟ چیزها زیاد از در دنیا، خصوصا ماهی اصلا رمز خوردنی است، از چیزهای تناول میکردنی طعام است. یعنی هر کجا که طعامت را گم کردی، غذای معده را از دست دادی، غذای عقل علم رو میابی. از حساب معده کمی از غذای بطن را کمی محروم سازه تا عقل غذا گیرد. چند مقدار پولی که خوردنی و آشامیدنی میخورد، گاه یک قلم و دفتر خرید. چند ساعتی که از پسی مادیات و غذای شکم در دوام است، بعضی ساعتها را برای غذای عقل جدا کنید. نشانه یافتن غذای معنوی تو، یافتن تو علم را و استاد را، نشانهش گم کردن تو غذای مادی طعام را. خب ماهی از دست رفت و حضرت یوشع در مسافه دورتر حضرت موسی را خبر کرد. بعدی که اون روز سفر کرده بودند و شبم قدم زده بودند، فردا خبر کرد که در جایی که خواب رفته بودیم ماهی رفته بود، من فراموش کردم. و ما انسانی و الا الشیطان اذکره اتخذ سبیله فی البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. خوشحال شدن و حضرت موسی گفتن در جستجوی همین حادثه بودن، گشتند و آمدن فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آمدن که یک نفر در نزدیک این جایی که این حادثه رخ داد نشسته است و جامه خودش پوشانیده و حضرت موسی سلامش کرد، السلام علیک و رحمت الله، و گفتن و علیک السلام و رحمت الله و انا بأرضک السلام. و این تحیه عجیب از کجاست؟ گفتن انا موسی، من موسی هستم. گفتن موسی بنی اسرائیل، موسی بنی اسرائیل، پیامبری که به سوی بنی اسرائیل فرستاده شد همون نفری. گفتن بله، حضرت خضر از بنی اسرائیل نبودن و از پیروان رسالت موسی نبودن. علما استدلال میکنن که پیروی شریعت حضرت موسی نبود، هر پیامبر به قوم مخصوص فرستاده میشد.
خاصیت خاتم مرسلین است که به تمام بشریت تا قیام ساعت منقوص شدند. آن پیامبران مخصوص یک قوم و مخصوص یک منطقه بودند. حضرت خضر از پیروان و از امتی حضرت موسی به شمار نمیرفت. به همین خاطر سوال کرد که پیامبری بنی اسرائیل هستی؟ گفتند که بله. آمدم که از تو علم آموزم. حضرت خضر تعجب کردند، علم آموزی در صورتی که در دست تو تورات است، صاحب کتاب رسالت هستی؟ گفتند که علم دانشی در تو هست که من ندارم، میخواهم که درس بگیرم. حضرت خضر گفتند من علمی در خود دارم که نوع دیگر علم است و تو علم دیگر نوعی داری، علم ظاهر و من علم باطن. خداوند خواست امتحان گیرد و خواست که درس و عبرتی برای موسی و پیروان موسی و پیروان قرآن بیاموزد. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اجازت است که من پیروی تو شدم و از علم تو آموزم و از آنچه که تو را تعلیم داده شد مرا تعلیم دهی. به همین ادب بالا و والا، به همین رفتار خوب و لهجه زیبا گفتن من پیروی تو شدم. موسی که امتی اسرائیل، بنی اسرائیل همه پیروی اوست و این امام است، در اینجا پیرو می شود، تواضع می کند، پایان می فراید، با وجودی که عالمتر از این نفر است، اما چند مسئله این متخصص است، این می داند. حضرت موسی بیخبر است، باید شاگرد شود. من پیروی تو شدم و مرا تعلیم دهی، یعنی اقرار میکند که نمی داند، اقرار اعتراف میکند که نادان است و اقرار میکند که تو دانشمند هستی، نزد تو علمی هست، تعلمنی مما علمت، و اشاره میکند که تو را نیز تعلیم داده شد، باید که زکاتی را ادا کنید. تو را نیز جانبه و کسی تعلیم داد، پس باید به کسی دیگر تعلیمش دهی. تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا. صبر و طاقت نداری در شاگرد بودن نزد من، صبر نداری. از من چیزهای میبینی، تصرفات کرداری که طاقت نمیکنی. حضرت موسی که شوق داشتن که این سفر و این رفیقی برپا شود، گفتم ان شاء الله صبر میکنن، ستجدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، به هیچ وجه نافرمانی نمیکنم، آماده هستم که صبر کنم و یاری خدا صبر میکنم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. شرط گذاشتم، حضرت خضر شرط گذاشتم، اگر با من سفر میشوی، شاگرد من میشوی، تا وقتا که من خود برای تو بیان رفتار و کردارم را نکنم چیزی سوال نمیکنی. هر کار عجیبی که میبینی باید ساکت باشی. قضا و قدر الهی اینچنین سخن نمیگوید، بیان نمیکنه که برای چه خانه فلانی سوخت، برای چه فرزند فلانی از دنیا رفت، برای چه این حادثه رخ داد، برای چی و برای چی. بسیار علامت های سوال زیاد هست اما جوابش نیست. باید سخن نگویی موسی تا وقتی که من خود برای تو بیان سازم. وقتش فرا رسد، بعدی 10 سال بعد میفهمد که خوب بود است که این حادثه رخ داده است. اگر رخ نمیداد حادثه بدتر از او بالای سرش می آمد است. بعدی 20 سال یا در آخر عمر میفهمد که اون حادثه‌ای که در زمان جوانیش رخ داد بهتر بود، چون که سبب شد که به یک بلندی رسد، یک علم و سواد بیاد، یک جا سفر کند. بعد میفهمد. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انطلقا، رفتن در سفینه سوار شدند، کشتی در سوار شدند که اهل کشتی به خاطر احترام خضر را شناختند، اونها را به اجر و به پاداش سوار کردند. حضرت خضر در سفینه که میرفت، اهل سفینه به خبر از حال او یک تخته این کشتی را خراب کرد و کند. حضرت موسی صبر و طاقت نکردن و از شرطی گذاشته و اتفاقی که با معلم کرده بودن فراموش کردن. گفتن اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اینو ویران کردی، خراب کردی سفینه را تا اهل این سفینه را غرق کنی. لقد جئت شيئا امرا، کاری ناخوبی کردی. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. نگفته بودم که صبر نداری؟ حضرت موسی عذر پیش آوردن، بخشش پرسیدن، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. بخشش فراموش کردن، به فراموشی مرا مؤاخذه نکن. فانطلقا، رفتن حتی اذا لقی غلاما فقتله. دیدن که یک جا
چند پسر بچه بازی میکنه. حضرت خضر یکی از این پسرها را جدا کردن و در پنهانی بردن، فقتله، کشتن. حضرت موسی گفتن اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، و خاطرشان بود شد. اما گفتن چگونه یک نفسی بیچاره بیگناه را و قتل میرسونی؟ یک کار زشت انجام داده. نکرا، بار اول امرا گفتن کاری بد، اما این بار نکر، به هر کاری قبیح انجام دادی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آیا بر تو نگفته بودم که صبر نداری؟ حضرت خضر هم یک چند حرف زیاد کردن. الم اقل لك، آیا نگفته بودم بر تو، عیناً بر تو طلب کردی که همسفر میشی و شرط داشتم که صبر نمیکنی، اما گفتی صبر میکنی. الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اگر یک چیز دیگر پرسم حضر من به پایان مرا جواب ده. حضرت موسی پیشکش کردن به استاد. قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا، رفتن حتی اذا اتیا اهل قرية استطعما اهلها، نزد یک شهر آمدن، خسته بودن، سفری طولانی چند شب و چند روز شاید در این قصه سپری شده بود، گرسنگی و تشنگی را. فاستطعما، خواستن اهل قریه به حکم مهمانیشان چیزی به آنها تقدیم کند، آب و نان، گرسنه و تشنه شده بودن. فابوا ان یضیفوهما، نکردن. این شهر بخلا، قریه البخلا معرفی کردن، شهر به نهایت اهلش بخیل و خسیس بودن، حق مهمان و مهمان نوازی رو نمیدانستند. فابوا ان یضیفوهما فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه. پیش از این که از شهر برایند، حضرت خضر دیدن که یک دیوار در این شهر نزدیکی ویران شدن و خراب شدن است. فاقامه، دیوار را درست کرد، اصلاحش کرد. حضرت موسی تعجب کردند چگونه اهل سفینه خوبی میکنن با آنها به نگاه خود بدی کردید. یک پسر بچه بیگناه را به قتل رساند، کاری بدتر از پیشی. اما این بار اهل قریه به ما به احترامی میکنن، بخیلی میکنن، خدمتی نمیکنن. شما با اونها به مزد و به پاداش دیوار درست میکنید، خدمت میکنید، به پول کار میکنید. یعنی لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اگر مزد میگرفتید بهتر بود به این کار. اعتراض کردن و شرط را ویران کردن. قال هذا فراق بینی و بینک. حضرت خضر خطی کشیدن میان خود و میان شاگردشان، گفتن در این سفر، البته شاگردشان در این سفر، قال هذا فراق بینی و بینک، در اینجا وقت فراق من است و فرار است، باید ما از یکدیگر جدا شویم. خود شرط گذاشته بودی که یک بار دیگر سوال کنم، اما مقصود حاصل شده بود. در حقیقت پیامبر صلی الله علیه وسلم به شوق این صحنه را تماشا می‌کردند. مثل که اگر توجه کردیم، اگر تمام فکر اندیشه در این قصه بود، البته ما را مشاهده میکنیم گویا یعنی همسفری کلیم الله و خضر هستیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین به شوق و به ذوق گوش میکردن وحی آسمان را، انتظار بودن که دوام این حادثه چی میشود. اما حضرت خضر متاسفانه گفتن هذا فراق بینی و بینک، باید ما جدا شویم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن رحم الله اخی موسی، خدا رحمت خدا بر برادرم موسی باد، اگر صبر میکرد خداوند از قصه های عجیب این سفر به ما نقل میکرد. یعنی ای کاش صبر میکرد، اما صبر نکرد. اما مقصودی درس و مضمونی درس که خدا میخواهد در موسی علیه السلام یا هر شنونده این قصه برساند حاصل شد. چگونه حاصل شد؟ گفتن سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، من برای تو تأویل و تفسیری این حادثه هایی که صبر نکردی، در تعجب افتادی، بیان می‌سازم. برای چی کردم؟ کاری درستی کردم.
حضرت خضر کاری صحیح کرده بود، کاری مقبول کرده بود، در عقل و در شرع به امر خدا کرده بود و خداوند امر نامعقولی و زشت را صادر نمی‌کنه. هر تصرف و تدبیر خدا عین رحمت است، خداوند امرش کرده بود که کنه. اما حضرت موسی البته از علم غیب بی‌خبر بود. علم غیب پس پرده قرار دارد که هیچ کس نمی‌داند. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. علم غیب در نزد خداوند است، کسی خبر ندارد الا من ارتضی من رسول. بعضی از مسائل غیبی را بر پیامبرانش نازل می‌کند، خبر می‌کند، کسی دیگر نمی‌داند علم غیب. گفتن اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر. این صحنه ها را یک یک بیان کردن و شرح دادن و سببی به این کارها دست دادنشان بیان کردن. اما السفینه